قانون 16: برای افزایش شوکت و احترام از عدم حضور دائمی استفاده کنید. اگر همیشه در دسترس دیگران باشید و آنها بتوانند به سادگی با شما ارتباط برقرار کنند، کم ارزش به نظر خواهید آمد و اعتبار شما در چشم دیگران کم می نماید. هرچه بیشتر در همه جمعها حضور داشته باشید، آدم دم دستی تر به نظر خواهید رسید. برای جلوگیری از چنین نتیجه‌ای لازم است که در گروهی عضو هستید یک وقفه‌ای برای حضورتان در آنجا ایجاد کنید. اجازه دهید تا اطرافیانتان اصرار داشته باشند تا شما را در جمعشان راه بدهند، نه اینکه همیشه اول خودتان پیش قدم شوید. یاد بگیرید که چه موقع در کجا باشید تا برای دیگران جذاب و خاص به نظر برسید.